اگه دغدغتون رژیم لاغری و کاهش وزنه، حتما به فکر استفاده از خوراکی‌های طبیعی افتادید. خوراکی‌هایی که مهمترین خواصشون کمک به لاغریه. اما میدونستید بین این همه ماده غذایی سویق جوی دوسر یکی از بهترین است؟ چرا میگیم بهترین؟ چون این سه تا خاصیت سویق جوی دوسر برای لاغری شگفت زدتون میکنه. 1. فیبر بالا. فیبر بالای جوی دوسر باعث میشه که اشتهاتون کم بشه و احساس سیری بیشتری در طول روز بکنید. 2. آب شدن چربیا. این خوراکی ماده‌ای به اسم بتاگلوکان داره، ماده‌ای که باعث میشه بدن سریعتر چربی رو به انرژی تبدیل کنه. بنابراین چربیا توی شکمتون جمع نمیشن و زودتر آب میشن. 3. تامین انرژی بدن. میتونیم بگیم سویق همه مواد معدنی و ویتامین‌های مفید رو داخل خودش جا داده. به خاطر همین با مصرف اون انرژی بیشتری دارید و دیرتر خسته میشید. حالا که فهمیدیم این خوراکی چه فوایدی داره، باید بگم که این ماده برای همه مفید نیست و برای بعضی‌ها ممکنه مضر هم باشه. یعنی برای کیا؟ 1. خانم‌هایی که در دوران بارداری یا شیردهی هستن. 2. کسانی که به گندم یا گلوتن حساسیت دارن. و 3. افرادی که درگیر بیماری‌های خاصی هستن، مثل کیست تخمدان، کلیت روده، مشکل صفرا، بیماری سولیاک و آپاندیس ملتهب. اگه جزء این گروه نیستید میتونید از سویق جوی دوسر استفاده کنید. البته بهتره که قبلش با یه متخصص تغذیه هم مشورت کنید. حالا سویق رو چطوری بخوریم اصلا؟ شما میتونید سویق رو به شکل پودر توی سالاد بریزید یا با روغن زیتون بخورید، یا حتی صبح یه قاشق چایخوری از اون رو به همراه صبحانه‌تون بخورید. راستی حواستون باشه در خوردن سویق زیاده روی نکنید، چون ممکنه نتیجه عکس داشته باشه و شما رو چاق کنه. لیمومی، تجربه سلامتی.